ولی من ترجیح میدم که حالا که دانشجویان از صبح تا حالا بالاخره وقت گذاشتن، زحمت کشیدن، حوصله به خرج دادن، باز یه تایمی رو هم اختصاص بدیم برای طرح سوالات شفاهی یا کتبی عزیزان و بیان حالا مطرح بکنن. اگه میکروفون سیار از می‌نویسن بنده قرائت کنم، هر جو خودتون راحت. بنابراین تعارف نکنید چون خیلی وقت کمه. بفرمایید. شما میکروفون دارید آقای؟ با عرض سلام خدمت اساتید دانشجویان. من یه نقد، یعنی سوال حالته، چون الگویی که آقای اسلامی فرمودن دولت ملی و دیپلماسی و اتحاد و نهادسازی مشترک، به نظر من اصل نفاق بین جامعه اسلامی و امت اسلامی توی سیاست نیست. اصل مشکل تو خود اسلام هست. یعنی اگر ما اسلام توی منطقه وجود نداشت و بعد اون فرقه‌های اسلامی، اصلا دیگه این تفرقه و این عدم اتحاد هم ممکن بود وجود نداشته باشه. و در خود اروپا هم اگه توجه کنیم می‌بینیم که تا زمانی که مذهب فرقه بود، یعنی پروتستان ها و کاتولیک ها، جنگ مذهبی دائما ادامه داشت. زمانی اینا به اتحاد رسیدن که مذهب رو کنار گذاشتن. در خود جامعه اسلامی هم به نظر من مذهب تشیع، چون که دارای اون وجهه عقلانی هست، میتواند مثلا این جهانی هم این جهان رو هم اداره کنه. اما مذهب اهل تسنن به دلیل اینکه اون وجه عقلانی رو نداره، دائما در ستیز هست با مذهب تشیع و اصل تفرقه هم بین این دوتا فرقه اسلامی هست. و توی کشورهای عربی و اهل تسنن می‌بینیم یک نوع وحدت وجود داره، اونها با هم هیچ گونه مشکلی ندارن. این کل کشورهای عربی رو اگه نگاه کنیم و کشورهای اهل تسنن با هم مشکل ندارن، یعنی حتی رفت آمدی که بین هم دارن یک نوع وحدتی هست. مشکل اصلی اونجایی پیدا میشه که این کشورهای اهل تسنن مواجه میشن با کشورهای مثل ایران یا مواجه میشن با فرقه‌های اهل تشیع داخل خودشون. و اینجا مثلا دولت ملی رو اگر ما تقویت بکنیم، اونجور که آقای اسلامی گفتن مثلا دولت ایران یا دولت‌های ملی که موجود هست رو تقویت بکنه تا ثبات ایجاد بشه، اینجا به دلیلی که دولت‌های ملی اکثرا اهل تسنن هستن توی کشورهای اسلامی، فرقه‌های شیعی که وجود داره تو اونجا ما تحت فشار قرار میگیرن و همین تحت فشار وقتی قرار میگیرن دوباره ایجاد میشه اون جنگ‌ها و اون تفرقه‌ای که ایجاد میشه. به نظر من اصل مشکل همون عقل هست. اگر ما میخوایم واقعا جامعه اسلامی به یک همگرایی کشیده بشه، به یک وحدت، اون چیزی رو که باید اعطا کنیم به اهل تسنن عقل‌گرایی است. اگر اونها عقل‌گرایی رو در جامعه خودشون نفوذ بدن و گسترش پیدا کنه، دیگه کم کم نزدیک میشن به تشیع و وحدت ایجاد میشه. و این عقل‌گرایی هم به نظر من فقط از طریق همین جنبش‌های جدید هستن با تزهای عقل‌گرا و یکی از وسیله روشنفکرانی که میتوانید دولت ایران به عنوان دولت شیعی از اهل تسنن کشورهای اسلامی عنوان بورسیه بفرست کشورهای اروپایی که در رشته‌های علوم انسانی مثلا فلسفه جامعه شناسی تحصیل کنن، بعد این عقل‌گرایی رو به عنوان سوغات برگردونن توی جامعه خودشون و کم کم زمینه‌های همگرایی ایجاد میشه. از شما سوال پرسیدم، خطاب شما من اصلا بلد نیستم جواب بدم. این نوع نگرش باعث تفرقه و بدتر شعله شدن خشونت‌ها و بی‌ثباتی میشه. شما همین الان این صحبت‌هایی که انجام دادی مبتنی بر اینکه یه عده عاقل نیستن و مثلا نمی‌فهمن مفاهیم ما و یادشون بدیم، اینا باعث جنگ و درگیری میشه. به نظر من سیاست اصلا عرصه شعار نیست، یعنی دیگران را عقلانی کردن شعار. چگونه عقلانی کردن و مکانیزم عقلانی کردن مهم اون در پرتو یه دولتی که داره برنامه داره. مثلا سازمان همکاری اسلامی یک نهاد مترقی در زمینه همکاری و همگرایی کشورهای اسلامی و دولت ملی لازمه تو علوم سیاسی میگن که دولت ملی لازمه توسعه، پیشرفت و ثبات توی کشور و ما تو خاورمیانه دولت ملی نداریم. اتفاقا ما یکی از بحثایی که تو
جهان اسلام خیلی رواج داره، همین امت اسلامی و تاکید کردن برای اینکه ایمان و اعتقادات میتواند یک نظم سیاسی رو ایجاد کنه، در حالی که نمیتواند. یعنی ما باید واقعیت‌ها رو به رسمیت بشناسیم، مرزها رو به رسمیت بشناسیم. به چه مرزها رو استعمار ترسیم کرده، مرزها تاریخی هر چی هست، ما این مرزها رو باید به رسمیت بشناسیم. دولتی وجود داره، این دولت استبدادی، مردم دخالت نمی‌کنن، هر چی میخواد باشه. ما هیچ چاره‌ای جز تقویت کردن همین دولت‌ها نداریم. کم کم اصلاحات و به صورت تدریجی پیش می‌ریم. نه الزامات و تکنیک‌های تو علوم سیاسی وجود داره، منتها خیلی های اعتقادات این بحث‌ها رو قبول ندارن. این افکار تا حالا داره اجرا میشه، دیگه نتیجه‌اش هم داریم می‌بینیم که خیلی خب بعد بفهمید که خواهش می‌کنم. من دوست داشتم که کاش این سوال رو از طریق زمانی که آقای دکتر فیرحی اینجا تشریف داشتن سوال می‌کردیم که شاید پاسخ علاوه بر پاسخ خوب جناب آقای دکتر اسلامی پاسخ در خور آقای دکتر فیرحی هم داشتیم، ولی حالا ممکنه ما الان اینجا اکثریت حضار ممکن برادران تشیعی باشن، شما یه همچین صحبتی رو می‌کنید، ولی نه از حیث تاریخی درسته، نه از حیث مصلحت. اولا از حیث تاریخی شما در بین اهل تشیع هم اخباری‌هایی رو داشتید که در مقابل اصولیین بودن و اونها هم کم از دیگران نداشتن. ضمن اینکه ما پیروان در بحث اشاعره و معتزله و امامیه یک خصوص وجهی داشتیم که اینا تمام دخیل بودن داخل هم دیگه و معتزله از نظر عقلگرایی شاید خیلی جلوتر بودن و لذا نمیشه اینجوری استفاده کرد که اونها طرفدار چیز نبودن. در بین اهل سنت هم ابو حنیفه دارای افکار و اندیشه‌های بسیار بسیار روشنی هست. ابو حنیفه هنوز که هنوز ما بحث قضاوت زنان رو می‌کنیم که آیا زن میتونه قاضی بشه یا نه، ابو حنیفه در همون قرون اولیه اسلام معتقد به اینها بود. نه فقط بحث قاضی بودن زن، بلکه حتی حکومت توسط زن رو ابو حنیفه افکار و اندیشه‌های بسیار داشت که توسط امام احمد حنبل در واقع تکفیر شد. در یکی از ائمه اهل سنت دیگری رو تکفیر کرد، نشون میده که اون تکفیر اون آدم چقدر از این حس جلو بوده. بنابراین نمیشه این همچین تفکیک نظامی و چیز رو داشته باشیم. ضمن اینکه حالا مصلحت هم نیست که ما در این زمینه به این مباحث بپردازیم، ولی در کل جایی که ما یک پیامبر درونی و یک پیامبر بیرونی داریم و این پیامبر درونی در واقع مفسر اون پیام پیامبر بیرونی هست. هر جا به هر حال به این پیامبر درونی توجه نشده ما دچار مشکل شدیم، در فهم همون پیام پیامبر بیرونی دچار مشکل شدیم. بنابراین توصیه قرآن هم که میگه که چرا تدبر نمی‌کنید، چرا تحقر نمی‌کنید، با فرمایش شما سازگار هست که ما بایستی به این سمت بریم و این درسته. منتها این تفکیک به این نسبت شاید از دقت کافی خدا نمش ببخشید. خیلی متشکرم. دوستان فقط این سوال دارن، خیلی سوال رو خلاصه بکنن که وقت زیاد گرفته نشه. بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از اساتید محترم. از صبح تا الان که اساتید محترم سخنرانی‌های رو ارائه کردن، همش در مورد بیشتر تأکید بر واگرایی بود. یعنی هیچ مسئله همگرایی تقریبا در مورد سخنی و راه حلی و تبیینی انجام نشد. من خواستم بگم آیا در جهان اسلام واقعا این مسئله منتفی هست؟ یعنی آنچه که ما داریم اینجا تبیینش می‌کنیم بعد از مدت‌ها اصرار بر حفظ وضع موجود هست. یعنی ماحصل این نوع تفکر این است که هیچ راهی به سمت همگرایی وجود ندارد و ما ناتوان از این هستیم و همین تبیین‌ها ما رو به این سمت می‌برد. این یک سوال هست. یک سوال دیگه این هست که اگر به طور ذهنی، چون عزیزان خیلی مسائل رو به سمت مسائل و مفاهیم دینی بیشتر سوق می‌دادن در تقریبا اکثر موارد، خواستم اگر به طور ذهنی ما بیایم جایگاه قدرت رو بین غرب و جهان
اسلام امروز این معادله رو تغییر بدیم و اینها رو جابجا بکنیم، آیا ما امکان این رو داریم در همین جامعه فعلی اروپا اقداماتی رو که اگر بخواهیم مثل اونها انجام بدیم میتوانیم در اون جامعه انجام بدیم یا نه؟ آقای انفراد سوالتون دقیقاً از کدومی که عزیزم؟ هر دو از اساتید محترم دوست داشتم میتونم پاسخ بدم. خب من شاید بتونم فقط توضیح در مورد بخشی از سوال شما عرض کنم. صحبت همه اساتید در این دوتا نشست و تأکیدی که داشتن و همچنین نکاتی که من عرض کردم ناظر به این نکته است: اگر بپذیریم منطقه‌ای به نام جهان اسلام وجود دارد، چون میشه در وجودش هم تردید کرد، اما میگیم نه، این پیش‌فرض داریم یه منطقه است به نام جهان اسلام، حال میخواهد همگرایی در آن رخ دهد. در عالم واقع اون منطقه هم پر از جنگ و ستیز و بحرانه. تأکید همه اساتید بر این بود که این همگرایی که قرار است روزی رخ دهد به سادگی ممکن پذیر نیست، به دلیل آنکه این منطقه فرضی پر از بحران است. یک، این بحران‌ها خیلی طولانی شده و در نتیجه ما با تراکم بحران‌ها و تعدد اونها مواجه هستیم. لذا در پیش گرفتن راه حل‌های ساده انگارانه، بسیط، شعارهایی برای اینکه این منطقه خوب حول مثلا اسلام متحد بشه ممکنه اتفاقا مشکلات رو بیشتر کنه. این که مشکلات بیشتر میشود ممکنه ریشش در خود دین، اون متون مقدس، صداقت رهبران دینی یا سیاسی نباشه. همونطور که عرایض بنده و یا سایر اساتیدی که حضور داشتن بود که ممکنه ریشه‌های فرهنگی داشته باشه، ریشه‌های روانی داشته باشه، ریشه‌های اقتصادی اجتماعی داشته باشه، حالا چه با نگاه واقع گرایانه چه با نگاهی از سایر مکاتب در پیش بگیریم. لذا این امر مهم به سادگی ممکن نیست. اینکه به سادگی ممکن نیست در عین حال آرمان‌های بزرگ میتونه به ما کمک کنه رفتارهامون همیشه سنجش کنیم، یه ملاکی برای ارزیابی داشته باشیم. آرمان‌های بزرگی مثل آزادی، عدالت، مفاهیمی که تو فلسفه سیاسی همواره مورد توجه و بحث میشه. ما نمیتونیم بگیم چون جامعه عادلانه یا جامعه آزاد ناب یا دموکراسی ناب هیچ موقع تحقق پذیر نیست، پس ما سراغش نمیریم. اتفاقا آرمان‌های بزرگ که تو فلسفه سیاسی بحث میشه ملاک‌های خوبی برای سنجش رفتارهامون، نه برای رسیدن، برای نزدیک شدن، برای تصحیح رفتارها. من حالا عرضم اینه، این همگرایی در جهان اسلام ممکنه هیچ موقع رخ نده به خاطر این بحران‌ها. یک، دوچار ساده انگاری نشیم که بخواهیم همه را در یک قالب بیاوریم به اسم همگرایی. اما نکته دوم، میتونه یه آرمان مناسبی باشه برای تصحیح رفتارهامون، نه برای تحقق، برای نزدیک شدن، برای نقد عمل کرده هامون. لذا گمان میکنم صحبت همگان ناظر به این نکته بود که خوبه با توجه به اینکه مسائل منطقه پیچیده است، دوچار بحران‌های متعدد هست، به لحاظ تاریخی بهتر راه حل‌هایی هم که در پیش میگیریم، فرمول‌هایی هم که تجویز میکنیم یه مقدار با توجه به این پیچیدگی طراحی بشه. چیزی بود که بعد من فکر کنم آقای انفرادی حالا این اولین همکاری ما با مؤسسه آینده پژوهی جهان اسلام هست، ولی انشاءالله که این یعنی صحبت‌هایی که هست قراره که این همکاری‌ها ادامه پیدا کنه و تو این وقت کمی که داشتیم ما فقط میتونستیم به این موضوعات بپردازیم و قطعا در آینده میتونیم محورهای دیگه‌ای با زوایای دیگه‌ای مورد بحث قرار بگیره. پاتولوژی یا آسیب شناسی داستان هم حتما نتیجه گیریش این نیست که حافظه وضع موجود باشیم،
یعنی باید داستان رو یه نقادی بکنیم، یک آسیب شناسی بکنیم و بعد ببینیم که چه باید کرد. خب من می‌خواستم در خاتمه یه تشکرهایی بکنم. تا گفتن که خود جناب دکتر فاطمی نژاد که خیلی زحمت کشیدن برای برگزاری این نشست، خودشون سخنرانی خواهند کرد. به من هم اینجا التیماتوم دادن که آقای دکتر اگه بحث تمام نکنی بهت شده نمیدن. خب من هیچی دیگه نمیگم. آقای دکتر فاطمی نژاد میخوام سخنرانی کنن، در خدمت هست. تشکر میکنم از آقای دکتر رمسکش که مدیریت پنل رو براتون داشتن و همچنین استفاده کردید از صحبت‌های جناب دکتر اسلامی، جناب دکتر دهقانی و جناب دکتر نوبی. در انتهای برنامه از جناب دکتر فاطمی نژاد که درگیری این همایش رو براتون داشتن دعوت میکنم که دقایقی رو در خدمتشون باشید. تشکر میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. واقعیتش بحث وحدت در اسلام، همگرایی و منطقه‌گرایی توی ادبیات روابط بین‌الملل دارای سابقه طولانی خیلی بحث شده. اینها همیشه مسئله بود که بالاخره این کشورهای منطقه مسلمان، در واقع کشورهای مسلمان، آیا میتونن مثل بقیه کشورها، مثل منطقه آسیان، مثل اتحادیه اروپا، مثل مرکوسور، منطقه آمریکای لاتین، در واقع همکاری هایی داشته باشن، اگر نه همگرایی هایی. این مسئله مطرح بود. و خب تو بحث منطقه گرایی که مطرح میشه، خصوصا تو موج نوین منطقه گرایی، یکی از انگیزه های اصلی منطقه گرایی رو بحث فرهنگی مطرح میکنن. خب تو این زمینه اسلام میتونست مورد توجه باشه و خب این مسئله بود که برای ما وجود داشت و میتونست دستاویزی باشه برای یک پژوهش، یک همایش و یک بررسی علمی. ولی خب واقعیتش اینه که بررسی علمی و تشکیل همایش بدون حمایت‌های بقیه مؤسسه‌ها و نهادها و اینها کار دشواریه و این مسئله که مطرح شد تو گروه، اینها با مرور زمان ما تونستیم مؤسسه آینده پژوهی جهان اسلام رو در واقع با هم ارتباط بگیریم و این مؤسسه هم حمایت‌هایی کردن که من تشکر میکنم همینجا. در وهله بعد اساتید محترمی رو در واقع دعوت کردیم برای سخنرانی که خب زحمت کشیدن با توجه به بعد مسافتی که هستش از تهران تا مشهد و در واقع زحمت‌هایی که داره، زحمت کشیدن رو تشریف آوردن. آقای دکتر فیرحی، جناب آقای دکتر نوبی، جناب آقای دکتر دهقانی و جناب آقای دکتر صفوی، من تشکر میکنم. همینطور از اساتید محترم خود گروه علوم سیاسیمون که واقعا همین جوره همکاری کردن و همراهی کردن، چه سخنرانی چه در واقع حمایت جانبی، و تشکر میکنم. و مهمتر از همه دوستان عزیزی که شرکت کردن توی این همایش، واقعا باعث قوت قلب، کمک میکنه که ما در آینده در واقع همایش‌های این سبکی رو بتونیم ادامه بدیم. اینها از همه تشکر میکنم. من فقط در همینجا همین مسئله و امیدوارم که همکاری هامون بتونه ادامه داشته باشه، خصوصا با مؤسسه آینده پژوهی جهان اسلام که در آینده در واقع این مسائل و این محورهای کلی که مطرح شد خیلی ریزتر و مشخصتر در واقع بهش